حضار ارجمند و گرامی، بزرگان نهایت عالی قدر، جناب معین صاحب بالاکرزی، جناب وزیر صاحب احسان زیا صاحب، جناب سعیدی صاحب، انوری صاحب، جوانان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در آستانه تحولات بزرگ سیاسی و نسلی قرار داریم. اول تحول سیاسی است. همه می‌دانیم که ملت افغانستان با شهامت و بزرگیشان به پای صندوق‌های رای رفتند و به خاطر بقای جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک رای دادند و اکنون دفاع و حمایت از نتیجه انتخابات وجیبه هر یک ماست و در این خصوص هیچ عقب‌گرد ناممکن است و مردم افغانستان و خاصتا جوانان کشور انتخابات را مانع صلح نه بلکه متمم صلح و آشتی در این مملکت بدانند. دوم، تحول نسلی و گذار از دوره انزوای جوانان و رسیدن به مرحله مشارکت بزرگ در تمامی عرصه‌های ملی است. امروز ما شاهد آزادی مطلق جوانان کشور از وابستگی مطلق ذهنی و فکری به گروه‌های قومی و حزبی به سوی باورمندی به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خودی جوانان هستیم. سطح مشارکت سیاسی جوانان و زنان در کشور اکنون در رده‌های بزرگ تصمیم گیری است. امروز جوانان را داریم که در بلندترین سطح سیاسی کشور فعالیت دارند و در سطح ملی و بین المللی افتخار نیز آفریدند، ولی بسنده نیست و این بسندگی زمانی میسر است که نسل جوان افغانستان روی ظرفیت خود سرمایه گذاری بکنند و با ارزش‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی و هویتی بیشتر از بیش آشنایی پیدا کنند. جوانان عزیز، شما ملت بزرگی هستید و نقش بزرگ را در احیای ارزش‌های اخلاقی جوامع بشری در ادوار مختلف تاریخی انجام داده اید. پس چرا امروز چی شده است؟ هنوز مادران این سرزمین اشک می‌ریزند، هنوز کودکان این سرزمین یتیم می‌گردند، هنوز زنان این سرزمین بیوه و بیچاره می‌گردند و هنوز پدران این سرزمین کمرشکن می‌شوند. چرا و دلیل چیست؟ دلیل واضح است. ما درد مشترک داریم ولی به درک مشترک نرسیده ایم. پس بیایید با هم برای احقاق صلح دائمی و با عزت کار کنیم. جوانان عزیز، ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخی کشور خود قرار داریم. قضیه جنگ و صلح افغانستان یک قضیه جدی است و یکی از مباحث عمده تجمع امروزی ما و شما نیز در محور صلح میچرخد. صلح یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری و یکی از فاکتورهای عمده پیشرفت و تعالی کشورهای جهان است. صلح شیرین‌ترین کلام، بهترین واژه و پربارترین درختی است که با قرار گرفتن زیر سایه آن با تمامی مزایای زندگی انسانی خود می توانیم آشنا شویم و بهره ببریم. و از طرف دیگر صلح چیزی نیست که وجود داشته باشد، بلکه ایجاد می گردد و در چگونگی ایجاد صلح بدون شک تعهد و تلاش همه جانبه نیاز است و صلح به گونه یک جانبه نیز ناممکن است و صلح عادلانه نیز صلح خواهد بود که بستر جنگ جدید را در این مملکت مهیا خواهد ساخت. صلح از لحاظ شرعی و دینی هم یکی از اساسی ترین پایه های اسلامی و یکی از موارد مورد تاکید در اسلام به شمار می رود. باید گفت که از دیدگاه دین مقدس اسلام تأمین صلح و آسایش و زندگی مسالمت آمیز مسئولیت ایمانی و وجدانی هر انسان اعم از مرد و زن است. با توجه به کمیت بلند جوانان در کشور، آنگونه که جوانان افغانستان در جنگ هم پیش قدم هستند، در صلح هم می توانند پیش قدم باشند. آنگونه که قربانی جنگ هستند، همانگونه می توانند از مزایای صلح هم بیشترین بهره را ببرند. ولی رسیدن به صلح به پیش زمینه‌های زیاد اجتماعی و سیاسی نیاز دارد که جوانان می توانند در آن بیشترین نقش را ایفا کنند. اول کاری که باید جوانان اعم از دختران و پسران می توانند انجام دهند تحکیم ستونهای ارزشی و تقویت روحیه وحدت ملی در جامعه است. یک جامعه متفرق هرگز یک جامعه مسالمت آمیز و صلح آمیز نخواهد بود. پس بیایید زیر پرچم سه‌رنگ افغانستان با یک هویت ملی و با یک شعار افغانستان خانه مشترک همه ماست برای رسیدن به صلح با عزت کار کنیم.
دوم، ما باید به این درک برسیم که بیشترین قربانی جنگ‌های خانمانسوز 40 سال گذشته جوانان، زنان و اطفال هستند. پس بیایید به خاطر نجات خود و خانواده های خود با تمام قوت در صدد تحکیم پایه های صلح با عزت باشیم. سوم، جوانان باید در حمایت از پروسه های ملی فعال شوند و برخوردشان را نسبت به قضایا مثبت بسازند تا در یک روشنایی و همکاری همه شمول بتوانیم به چالش ها و منازعات خود نقطه پایان بگذاریم و این زمان ممکن است که جوانان بالای دانش و ظرفیت کاری و توانمندی هایشان بیشتر از بیش سرمایه گذاری کنند، چون زمان جوانان می توانند نقش مؤثر و مفید داشته باشند که توانایی و ظرفیت انجام مسئولیت های بزرگ ملی را داشته باشند. جوانان روزهای سخت و دشوار را سپری کردند. هرچند در 18 سال گذشته و به خصوص با زعامت جلال‌المآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان فرصت‌های بزرگ برای جوانان افغانستان مساعد شده است. سطح مشارکت سیاسی جوانان و زنان بیشتر از 40% است. حاکمیت 90% جوانان بالای مطبوعات، حضور نیرومند جوانان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی، سهمگیری چشمگیر جوانان در انتخابات و دفاع از ارزش‌های دموکراتیک چون آزادی بیان و بسا مسائل دیگر، ولی هنوز ما به یک مشت واحد در برابر چالش‌های ملی مبدل نگشته ایم. هنوز هم مشکلات زیاد وجود دارد که نیازمند دفاع مشترک است. ما نیاز داریم تا در برابر افراطیت و تفکر افراطی به گونه مشترک مبارزه کنیم تا بستر مناسبی برای صلح هموار گردد. ما نیاز داریم تا در برابر فقر و بیکاری مبارزه مشترک کنیم تا بهانه‌ای برای جنگ وجود نداشته باشد. ما نیاز داریم تا در برابر بی احتیاط مبارزه همه شمول داشته باشیم تا جوانان ما در دام حلقات مافیایی و ضد ملی نیفتند. ما نیاز داریم تا در برابر بیسوادی، یأس و ناامیدی و مهاجرت و رسوم ناپسند اجتماعی مبارزه کنیم تا صاحب یک جامعه مرفه، پویا و باثبات باشیم. جوانان عزیز، قبل از هر چیز نقش ما من حیث خلیفه خداوند در روی زمین ثابت است. ساختن آبادانی این جهان و زیست سعادتمندانه و بندگی خالصانه وظیفه ماست. هر چالش و امتحان فراراه ما را که ولو جنگ‌های خانمانسوز امروزی باشد به هر وسیله مشروع ممکن از قبیل سهمگیری فعالانه در روند اعمار صلح که امانا ضرورت اولیه ماست به توفیق پروردگار سرفراز و موفقانه سپری کنیم. فرهنگ و دین و تاریخ ما مال از این ارزش‌های است که با قیمت جان خود از آن حفاظت خواهیم کرد. زنده باد افغانستان، استوار باد قامت جوانانش، شگوفا و قریب باد اعمار صلح در کشور عزیز ما او تل دویز ملي وحدت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.